دوستان گرامی، از سری ویدیوهایی که در نمایشگاه الکام تهیه میشه در واقع محوریت استارتاپ و فضای استارتاپی کشور صحبتی خواهیم داشت با صادق عباداللهی، مدیر محصول و کوفاندر اپیکو، اولین API مارکت ایرانی. محوریت گفتگومون در واقع API ها، اقتصاد API و موضوعاتی هستش که استارتاپ ها باید در جریانش باشن این روزها، چون مسئله خیلی بولد و مهمی هستش و این مسئله آپدیت بودن، همونطور که شنید از مهمانای قبلی که شما به روز باشید و بدونید چجوری از فناوری های روز استفاده کنید، خیلی براتون مهمه. صحبتمون در واقع از اینجا شروع میکنیم که API چیه، اصلا اقتصاد API چیه. شاید سوال خیلی بیسیکی باشه. ممنون از اینکه تشریف آوردید، میشنویم صحبتاتون رو. من اول API رو معرفی بکنم که در واقع به چی میگیم API، کجا کاربرد داره، بعد به API اکونومی برسیم. API مخفف اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس هستش و در واقع یه اینترفیسیه که جلوی هر سرویس نرم افزاری میتونه قرار بگیره و این اجازه رو به نرم افزارهای دیگه میده که بتونن از خدمات اون نرم افزار از طریق این API بهره مند بشن. یعنی بخوام یه مثال شفافتری بزنم، البته خب برنامه نویس‌ها اگر مخاطب ما باشن همه با این واژه آشنان، با کارکردش آشنان، ولی برای دوستانی که علاقه‌مند به حوزه برنامه نویسی هستن، بچه‌های دانشجو و حالا دوستان دیگه‌ای که از دور در واقع با کلیات نرم افزار آشنا هستن میگم. مثلا یوزر اینترفیس یا UI رو همه ما بیشتر در واقع دوستان میشناسن. لایه‌ای هستش که از طریق وب بروزر کاربر میتونه به اون سرویس بک‌اند ما و اون نرم افزار ما دسترسی داشته باشه از طریق وب بروزر و اون UI که یوزر اینترفیسی که نرم افزار داره کاربر میتونه به سرویس نرم افزاری دستور بفرسته که الان مثلا نتایج جستجویی رو به من نشون بده یا ثبت نام بکن یا الان لاگین بکن. اینا همه رو داره کاربر از طریق یوزر اینترفیس انجام میده. اونم یه اینترفیسیه که بین کاربر و اون سرویس نرم افزاری قرار میگیره و امکان استفاده از نرم افزار رو به کاربر میده از طریق بروزر. ولی API این امکان رو، یعنی اینترفیسیه که این امکان رو، یعنی استفاده از یه سرویس نرم افزاری رو برای یه نرم افزار دیگه فراهم میکنه. مثالش دوباره من با مثال میخوام توضیح بدم API رو. مثالش این میشه که شما مثلا اپلیکیشن اسنپ رو در نظر بگیر. زمانی که کاربر اپلیکیشن اسنپ رو باز میکنه و میخواد مبدأ حرکتش رو و مقصدش رو مشخص بکنه، اپلیکیشن اسنپ یه در واقع نقشه ای رو به کاربر نشون میده. اون نقشه رو خود در واقع مجموعه اسنپ توسعه نداده. اون هم یه سرویس نرم افزاریه که توسط شرکت‌های دیگه‌ای توسعه پیدا کردن و شرکت اسنپ و اپلیکیشن اسنپ از طریق API اون نقشه رو فراخوانی میکنه توی سرویس خودش و کاربر اصلا متوجه در واقع این فعل و انفعال و متوجه این اتفاقی که توی پشت نرم افزار اسنپ داره میفته قرار نمیگیره. و توی دنیای امروز نرم افزارهای خیلی زیادی هستن که از این تکنولوژی استفاده میکنن و شما وقتی که با یه اپلیکیشن یا یه وبسایت طرف هستید، احتمال داره پشت این نرم افزار، پشت این اپلیکیشن یا وبسایت 300 تا 400 تا و یا شاید 1000 تا سرویس نرم افزاری دیگه دارن کار میکنن و اینا از طریق API با هم در ارتباط هستن و در نهایت یه سرویسی رو به کاربر نهایی ارائه میکنن. API همونطور که فهمیدید یک ارتباطی هست بین دو سرویس مختلف که بتونه حالا سرویس مختلف نرم افزاری که در واقع به هم خدمات میدن و هم سرویس میدن و در نهایت یه پکیج کاملی رو ممنون از حضورتون.